که زنهاش هم قسقه گفته میگذاریم خداوند انشاءالله. والمرأة تخفض و تلزق بطنها بفخذها. انا که زنها چیکار میکنن انشاءالله خدا گفتیم که شکمشون مثال در زانوشو میچسبونن تاوای کشاشو در تمکش چسبیده انا میشه سجده میکنن. دیمک ما اگر همین خیل کنیم مثل زنها بشیم. ببین دیمک مون چقدر کشات انشاءالله سجده کردن زنها برای چون که زنها عذر دارن. اجیت عذریشو اجیت عورتاشو دیگر چیزاشو زنها گوکی حامله دار میشن خدا خواهد یعنی وزمینی حالتاش اینا همش شریعت حساب کتاب گفته و بعض نمازون عبادتون ساوکی داده. الحمدلله خدا شکر مثل زن ماندم برای این بیان که باشه ما باید چیکار کنیم ان شاء الله خدا خواهد و برعکس نکنیم. من خدا خواهد یرفع رأسه و بعد از چیکار میکنیم سر میبرداریم ما سجده در حالتی تکبیر یعنی الله اکبر میبرداریم و یلیس مطمئنه بعد آرامانه میشینیم. مثلا سجده میگرده که آرام شینه ایتا شوشمش لک یخل هم تا میکنه و همین تا نیستاده با میراد ترک سنت نشه یعنی خدا خواهد الله استادن نکن. بعد با چیکار کن با الله اکبر گفته انشاءالله خدا خواهد باز که یعنی سرتمون خدا خواهد و یکبرو منوی هستین مطمئنن اینشونیم با تکبیر میگیم الله اکبر آرامانه خدا خواهد یک تسبیح استادنش واجبه یعنی آرامانه میچکار میکنه با سرا میمونیم سه بار سبحان ربی چی میگیم اعلا میگیم با سه بار سبحان ربی اعلا میگیم و یرفع رأسه بعد از وی سر میبرداریم دین ثم یدیه بعد از وی دو دست میبرداریم خدا خواهد انشاءالله ثم رکبتیه بعد از وی زانو میبرداریم نمی و یقوم بلا اعتماد علی الارض ولا قعود. همینجا بچه‌ها خیلی همون به مذهب هست که هم چیزی یاد گرفتن مانند کیبیتوف دزگی و میخیزه به زمین یاردمش کتی میخیزی یکون از زمین یاردم نمیگیری ولا قعودین هم نمیشینی. بعضی بچه‌ها بشکسته سوال که من هم استاده میمانه سمی الله اکبر شید من هم سجده دیم و رکته که هم خیسته بدن هم میخیزیم انا میتونه خیزیم دوری می؟ انا که داخل بچه ها چیکو کرده سودیم؟ اینجا تا گشته با شیشته بعد با الله اکبر خیسته سته این خیلی ترک سنته همون زمین راست میخیزی میده نه زمین نمیخوابی زمین کیا میخوابه کدام آدمایی که عذر داره سو پیرکی اخش داشته نمیتونه و میتونه به یاردم زمین یا که به یاردم زمین فرویه نه که ما شما جوانایی که خدا خواهد انشاءالله یکان عذر نداریم یکان کسلی نداریم یکان وی نداریم من شما همین زمین هم تا راست میخیدیم من نبینیم تا با شیشته و تا این نیرنگوی جفته سیتریه نمیشینی در اینجا تا راست نمینم تا راست الله اکبر من تمام دیم رکت نمیسته با زیرینوف نه زیرینوف تحت صورتی تمام زیرینوف نبود دست نگیره چیکار میکنیم سجدگاه دیده قرائت میکنیم. من هم دیم رکت نمومدم انشاءالله خدا خواهد من هر یکشه کرده پرکتیس که نشون تو هستیم توری پرکتیک کرده پیشم تا میگفتیم تو من نشون تو هستیم و الان خیلی برای این بچه های عزیز خدا خواهد دیگر نمود چیز عبادت ها قبول هم نکن خدا خواهد در این مرحله اختلاف هم نکن انشاءالله خدا خواهد الحمدلله قریب 400 سال خدا خواهد در همین مذهب اومده استیم بعد 70 سال رسول الله صلی الله علیه و آله امام اعظم اومده گیان الحمدلله صاحب یک مذهب عالمی بزرگ الحمدلله ما هر چاری مذهب برمد میکنیم چی امام شافعی چی امام مالکی چی امام که حنبلی رحمت الله علیه لیکن یک مذهب اطاعت کردن واجب سبب که بعض عبادت ها اختلاف داره بعضی عبادت ها ما چندین باشه مثلا شما مثال ها ماردیم تورت هم بعضی چیزا سنتاش اختلاف داره سوال درگیم که نماز اختلاف داره من دوی کنتا در بامداد میخونن امام شافعی رحمت الله علیه ما در خفتن میخونیم یک 4 تا منجله در بامداد خونیم 4 تا در خونیم اگر چی میشه ما بین خدا خود نظام میخواد هر چوی در بامداد خونده سش نیست در این خونده سه یا این علی خیلی استوده من چندین سال عذاب داسته کو شاید خیلی بچه پویشه کشاد داده سفته شاید بعدش کتیف شقب دسته بعد ایتاری چیزا نکنه ایرانگا در گیجای کاری هم در پافتش بیو شهر یک شمه هفتهشون در کور بکنه نکنی کورود بکنن گیجای که در کاری دیدیمی نکریمی
در اینجا خدا خواهد انشاءالله یکی مذهب یک تای همین مذهب که چیکار میکنیم طاعت عبادت میکنیم خدا خواهد انشاءالله بدل پری چه قبول کنیم همدنی بدل پری خدا خواهد انشاءالله ما الله میترسیم من شما زلالت نمیبرم فقط روز قیامت چون که در محکمه سود الهی شما از من دعوا میکنید اگه همین بود ما عبادت نشون داد شب و روز اگه نودست قبول نبوده ما جواب میتیم پیش الله ما هم الله میترسیم ما هم خدا خواهد حرکت میکنیم که حق توریه خدا خواهد من این شیخ خدا خواهد محمد صادق محمد یوسف استاد بهترین ما و شما الحمدلله که علمانی در تمام دنیا گپش میگذشتگی علم الحمدلله من اوش دم کرده رفته ما فقط خورده هضم کنیم شید ما عذاب نکشته هستیم چون همه کتابا را یادگاری برای ما و شما مونده برفت الحمدلله با تفسیر و چندین حدیث های در اینجا خدا خواهد انشاءالله خدا فرصت که من با حدیث هاشم برای شما خونده میکنیم برای این همه خدا خواهد باید که یک عالم را اعتقاد کنیم یک عالم را گفت کنیم خدا خواهد انشاءالله کن چی سوالات هاشم مرحمت به ملال خدا خواهد ای دست مگه نه استوزا میبرزیم نه کتاب میکوبیم خدا خواهد مالش بچه معاصر خیلی رحمت انشاءالله همین یک گفته که وقتی همین بلنده همین اورنجو نرسه البته اوراتو کشتم کویه یک سوال دویم ما گفته که در جماعت بمونده دو کنن اگر همه عملا میکنن غیر از قرائت نماز جنازه دا چی؟ جنازه هم بخونه جنازه که خفیه جنازه را همه رکناش میکنه فقط تکبیراش بلند گفتن نمیشه خلاص میشه شما اختیار میکنیم و قرائت بلند نمیکنیم که دوای میشه لیکن همه هر یک تسبیح مقدارش دعا داره میشه یکم تسبیح که الله اکبر که دستای بنده سبحانك اللهم میخونیم در نماز جنازه الله اکبر میگه کو یک تسبیح برفت یک رکعت نماز ارخش دیم نمیسوگیم چیا میخونیم اللهم صل علی اللهم بارک علی میخونیم نمی یک تسبیح الله اکبر میگم شما الله اکبر را پس میگی سر نام جمعونه دیگه ای کنه فقط میسینم خیر سو برابر ایمون بعد دعای مثل جنازه دونه اللهم اغفر له نومتو شهید نو غیبینو این دعا خونده میشه با یک بار دیگه الله اکبر میگه درسته و سلام میتیم همش میگه خدا خواهد میشه در نماز دیگه اون نماز همه تسبیح گفته میشه همیشه رو کنه دیم گفته توی اینجا خو رفتنش حرامه بنده در باب حرامات نماز 14 تا حرام داره یعنی خیلی کرده یعنی یعنی اورنجا در زمین خو نره همین یعنی که اورنجا به مالات شو یعنی خیلی خدا خواهد ان شاء الله برداشتگی بستگی گفته فکر توری خدا خواهد ان شاء الله سر نکنن دیم عورت مسئلهش خدا خواهد عورت مردها مردم میشه و عورت رجل من تحت صورتی لا تحت رکبتی میگه یعنی عورت مردکو از زیر نفت تا زیر زونه عورته بچه نه ولی ما شما سوزه یک تن کمتر آردم یک کشور کمونه خدا خواهد انشاءالله وقتی که نماز چون که لباسای اکثر ما و شما وظیفه‌اش اجرا نمیکنن چون اگر سجده استای در کنی کرتای شما برمده میرانی کرتا اومده برفتن البته عورت کشیده عورت کشیده شد نماز فاسی چیز دیگه گپه این نماز دیگه خوندن در کن بچه ها نمی دیگه نیاد بکنی چون که محکم کن در کن یا که عقیبانگی گناهگار میشه حتی که رسول لعنت کرده کسی که عورت مرد دیدنش لعنت کرده یا که عورت یک زن از زن دیدنش لعنت کرده برای این چیز خوب اعتبارتی خدا خواهد انشاءالله برای دست سوالش دوره چون که عدد و کودکای ما شما بسیارش کودکچی هم که دیا استاده که فوتبال کم تا خیلی از سجده کنی اگر اوجه نماید برای چیز سونده نماز ریاست اعتبارتی چون که فرض الله این فرض کسی ترک میکنه خدا نمازش قبول نمیکنه نگیری چون که فرمان خدا دیگه چون خدا وعده کرده است قرآن میگه خذوا استعیذ بالله خذوا زینتکم عند کل مسجد یعنی شما بگیره زینتاتون نزد هر یک مسجد یعنی مفسرها همین زیادت میگن که یعنی عورتاتون محکم کنه در وقت عبادت کردن یا که زنهای شما خدا خواهد یا خواهراتون الحمدلله نماز میخونن یا نماز میخونن البته بندای دستاشو بندای پاهاشو یک طوری موشو باید نمایندت کرد یا همین لباساش کلاتی خدا خواهد لنگیاش نمیرسه خدا خواهد تا لنگی کلم خریشه باشه 50,000 بزنید یا گیم که کرته کاتا نخر مثال خواهد جون دو متر نشد 2 متر خر من پلا میتونم یا زنگ مثال 3 متر خر خدا خواهد باید 500,000 مشتگیست لیکن نزد الله فقط عبادت قبول شود
اگر تایبوله من گیره من میخواد بر روز قیامت نمازات قبول نشه عبادت قبول نشه مسائل نشه یا چی کم بودی او دارد شما ترکت زن ها نخدا خواهد دختراتون یا بچه ها نخدا خواهدشون کم بودی شو چی چونکه ما خوننده چی هستیم پرزیدنت ماییم ما که پرزیدنت بدم بعد زیر دستم نچکا کنیم باید که خدا خواهد ایستاییاتیم شوید خدا خواهد چونکه من نمیدونم بسیارش ده چونکه زنان ما شما همش کتاب خون نیست علم دوری پران نیست گرچه قرآن خوندتونه که معنی و نمیفهمم یا که حدیث هم معنیش نمیفهمم برای شما بعضی مثلا ما شما نمیرسونیم شما برای خدا خواهد من هم میرم چوته سه میخریم و توری می یک چی که داره با بشه زنکان پیشم میکشم و میشینیم همه حالت نمیشه هم چیزا گوه که مثال من دخترم یا کمپیر اما همه گپ شید و امید خونده سودی و گپی نرم به سیاست چرد نیم زوید دوب کرد گپی شیریم چون که همه رو میفورد یا توری می روز من شما اگر داد گفته دختو کنه مثال یا میگید برای تور نملو توری می من حرکت میکنم که دل شما یا شما حرکت میکنید دل منه ما حرکت کنیم دلای زنامیم زنو دلای ما یا اگر خدا خواهد یا دختران مثل که شما خوش بکردیم اگر میفهم فهمونده باید چیکار کنیم با امید چی دارن الحمدلله توادی بودت دارن عورتکاشو محکم کنن حجاب کنن انشاءالله خدا خواهد این چیه این فرمان الله این فرمان تو رسول الله هم نیست الله سبحانه هم چیزا کرا گیریم خوب میشن خدا حسنش را زیاد میکند خدا خواهد مرتبهش رو زیاد میکند ادب یا چوتیم خدا خواهد رفت و گفتار معامله چوتیم همش فایده چی ما و شما فرزندی نه باقی پدر فرزندی با داغی باید که ما و شما باغ مونه میخوام انشاءالله آخر دعوانو ان الحمدلله رب العالمین این پاک و پروردگارا چی مسئله که ذکر کردیم حالا به هر یکیمون عمل کردن و میسر بگردونی در دلهای مایان نور ایمان نور قرآن نور اسلام نور جدید بگردانی از بلاهای از دین سمایی در پناه خود نگهبان باشی پروردگارا همه اهل جمعیت ما چی مقصد و چی آرزوها دارن خود دینی است و خود دنیا با فضل کرم بلاده خیر بگردانی امین هم یقولو ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار